گزیده‌ای از بیانات مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی به مناسبت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام. نتیجه دشمنی با حضرت سید الشهدا علیه السلام. آنچه در طعن دشمنان حضرت سید الشهدا علیه السلام در زیاراتی که در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه و بهارالانوار علامه مجلسی رحمت الله علیه آمده است ملاحظه کنید، خواهید دید که آمده است بلعن ارواحهم و دیارهم و قبورهم. خدایا ارواح دشمنان سید الشهدا علیه السلام و خانه های آنان و قبورشان را لعنت نما. چون این عبارتی که آنان را با جایگاه و گورهایشان مورد لعن قرار می‌دهد، مطلبی است که اگر مختصری دقت کنیم به عمق آن پی خواهیم برد. در تاریخ آمده است در روزگاری که عباسیان همچنان بر تمام کشورهای اسلامی سیطره داشتند، یکی از نوادگان متوکل و معتصم با چند تن از دوستان خود به سامرا رفت. در آن ایام قبر مطهر حضرت هادی و حضرت عسکری علیهم السلام در یک اتاق قرار داشت و در واقع حرم آن دو بزرگوار به شمار می رفت. آنان در این حالی که به امامت ائمه اطهار علیهم السلام معتقد نبودند، کنار قبر آن دو امام حاضر شده بنا به رسم خودشان فاتحه‌ای خواندند. یکی از دوستان عباسی زاده به او گفت چگونه با وجود اینکه حضرت هادی و حضرت عسکری اسیران دست اجداد شما بودند مزار دارند و ما به زیارت آنها آمدیم ولی از اجداد شما خبری نیست؟ از این گفته معلوم می شود که از قبور پادشاهان بنی عباس در آن روز نیز اثری نبوده است. او در پاسخ گفت اینان از آن رو ماندگار شدند که برحق بودند و ناپایداری اجداد ما از آن جهت است که بر باطل بودند. آری حقانیت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است که نام ایشان و شهدای کربلا را تا ابد زنده نگه داشته است. مؤسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم